اینجا چیکار میکنه؟ دعوامون شده، من نشستم باد بخوره به کلم بعد برم. اینجا ما جای دعواست؟ لفظی بوده. اولش لفظه بعدش درگیریه. بله چون نخواستم باشه من یه آنتراک دادم وسطش که فیزیک نپیچیم تو هم. حله گاز بده بریم. جواد چی؟ یه نفر رو بگیرن بهتر از اینه که ستامون رو بگیرن. بابا عجب آدمی هستی تو. برو دیگه. من رانندگی بلد نیستم. ماشین رو بدون سویچ روشن میکنی بعد رانندگی بلد نیستی؟ اونی که هواپیما میسازه یعنی خلبانه؟ چهارشنبه سوری ما هم مثل باقی ترقه میترکونیم دیگه. کو ترقت؟ ترکوندم. ماشین گیر داده. چیکار داری میکنی؟ روان پریش فکر کردی اون اسباب بازی دستت؟ داش من زندان برو نیستم. بذار تو جیبت. بذار تو. فرید اتفاقی افتاده جناب سرما. تو بگو ببینم اینجا چیکار میکردین؟ همین الان می‌خواستیم ماشین رو آتیش کنیم بریم واسه چهارشنبه سوری که این دوتا لوس با هم دیگه دعواشون شد، ما هم شدیم انترمنتر اینا این وسط. الان هم که خدمت شمایی. این راست گفتم جناب سرما. مدارک داری؟ آره کو؟ بالاست. اگه میخوایم برم بیارم واسهتون. تو چه صدات میلرزه؟ صدای من؟ اتفاقا تنها شبیه که صدام نمیلرزه. برید آقا جون امشب این دوره پرسه نزنید بهتره.